خب آقا اومدیم ویدیومون به 10 تا لایک رسید. حالا اومدیم براتون که آموزش دیسپنسر، همون دستگاه کوکیمون یا کیکمون رو ببینیم. اول از همه اینجا دراپر رو دهنش رو به جایی که میخواید دراپ بشه میذارید. بعد پشتش اینطوری با ردستون اینجا، حالا هر چقدر که دلتون میخواد با ردستون میکشید. بعد که آوردید اینجا، حالا هر جایی که دلتون میخواد، مثلا میتونید الان اینجا این دراپر رو مثلا بیارید یکم جلوتر، میبینید اینجا اینطوری تا پشتش میکشیم. اینجا لیورمون رو میذاریم. حالا پشتش هم هر چقدر بخواید میتونید تنظیم کنید. کیک رو میذاریم توش و حالا وقتی دکمه رو بزنیم میبینید که براتون کیک رو دراپ میکنه و حالا غیر فعال میکنید فعال میکنید. حالا این پشتم به سلیقه خودتون میتونید دیزاین بکنید. ممنون. اینم بود از آموزش کلیش. حالا اینطوری که من چیدمانش کردم میبینید میزنید، بله براتون دراپ میکنه. اگه خوشتون اومد توی کامنتات نمره بدید. ممنون میشم اگه این کار رو انجام بدید. لایک و ساب فراموش نشه. مرسی.